آقای عبدالحمید از روسیه. دکتر صاحب عزیز لطفاً ویدیو رو تا آخر دیده و اعتزام کنید. نگوید ویدیو رو تا آخر بخش نکنید. حکم کسانی که بر حکومت ترکیه کمپانی میکنن سخنرانی سابق استاد دانشگاه کابل محمد معروف راسخ مدت 1 دقیقه. بسیار بعضیا میگویند درست است که اردوغان بد است ولی مخالفینش بدتر هستند و ما از بد و بدتر بد را انتخاب میکنیم. استاد محترم در این باره توضیح بدهید و همچنین علمای کرامی که برای اردوغان کمپاین میکنند و از او حمایت میکنند در مورد آنها حکم شریعت اسلام بیان کنید. این که اردوغان بد است و مخالفینش بدتر از ما از بد بدتر، این در کجا اسلام است؟ بگو تو را ایره یک قاعده عقلی. ما بد داریم بدتر داریم. موقع که اردوغان بد نیست، اردوغان ترکیه رو آباد کرد، چرا بد باشه؟ کجا اسلام گفته که بد و بدتر؟ چه قسم بد است؟ تو بد خو نیست یا خو از جمهوریت دفاع میکنن، نظام سیکولر هستند. نظام سیکولر نظام این حد اکثر تواناییشه، حد اکثر تواناییش همینه، بیشتر این توانایی نداره. فاتقوا الله ما استطعتم، تا حد امکانتون از خدا ترس باشید. کفری است، از کفر حمایت کرد. آقا نظام فرعون نظام کفری بود، یوسف علیه السلام وزیرش بود. یوسف وزیر فرعون است. فرعون کسی بدتر هست؟ لا، تا رضایت به کفر است. از کفر حمایت کردن کفر از خروج از ایمان است. نه اینا نفهمیه. این حرفای دوایشه و نفهمیه. بد و بدتر، خب بدترش کافرتر و بدش هم کافر. مثلا ای از کافر دفاع کردن و از او حمایت کردن خروج از ایمان است. نه آقای اردوغان کافر نیست. چرا کافر باشه؟ مسلمان، نمازخوانه، روزه بگیره، تا حد امکانش از اسلام دفاع میکنه. در دورانی که اردوغان آمد در ترکیه اسلام بسیار بیشتر رشد کرد. که اینها تنگ نظری های خود شماست. همچنین علمایی که برای اردوغان کمپاین موضوع حمایت میکنن در جمهوریت سیکولر، نظام سیکولر. اردوغان هر کس که به نظام کفری را تطبیق میکنه. کسی یعنی هر کس از اردوغان طرفداری کرد کافره. بر نظام کفری کمپاین میکنه، خروج از ایمان است. بیا همه را خارج دیم. مثل که ایمان ارث پدریشونه. ایمان بیرون است. بعد این فتنه کلان است. اینا باید شرکت بکنه مسلمان. توبه بکند، با الله رجوع کند. بسیار خطرناک است. الله ما شما را از این فتنه ها نجات بده. این از متاسفانه از تنگ نظری و نفهمی خود شماست. مفتی عربستان علنا گفت که ترکیه دولت اسلامیه و هیچ عالمی که به لسان صدقی در آمد باشه اردوغان رو تکفیر نکرده.